هموطنان عزیز سلام، امیدوارم خوب باشین، صحتتان خوب باشه انشالله. امروز آمدیم که در شهر کویته جای تفریحی به نام دیم را براتان نشان بدم. جایی که مردم هزاره زیادتر میاد اینجا با هم میله میکنن، میشینن، بچه ها کتی اندوالای خود، فامیلا یک جای میان خیمه میزنن، فرش آور میکنن، میشینن و در اینجا یک تفریح میکنن تا همون خستگی های جریان هفته دور شود شد. دم به اصطلاح پاکستان همون معنای انگلیسی دم رو میده که از دم گرفته شده که بند هوا میگه، چون اینجا دو سه دانه دم جور کردن، بعد همین ساحه رو کلا به نام دم مانده. البته دیم هم نیست، حال براتون نشان میتونم که عوام ندارم، حتی هم دیمشان دیگه جایش خیر کو دشتش که سرسبز نیست هیچ، ولی اما دیمشان هم چی نداره او نداره، یک ساحه کاملا خشک، ولی به هر صورت چون مردم کویته زیادتر از این که بهتر جای تفریحی سرسبز چیزا نداره، یعنی میر به عنوان یک جای تفریحی انتخاب کردن و به جریان هفته میان. و جالبی است که چون امنیت است، مردم میان، بچه ها حتی تا ساعتهای 2 بجه 4 بجه شب را حتی میگه در ماه رمضان میشینیم بخیاین تا سحری را باز در سحری خانه میریم. اینجا یک فضای هست بر شما نشان داده میریم. زیادتر سر موتورسیکل کوشش میکنیم، از موتورسیکل زیادتر کوشش میکنیم که با موتور سواری جاهای مختلف شبرتان نشان بدم. خود دمرم که باند که یک بند خشک است، نیاو داره دیگه، او را براتان نشان میدیم، ولی خوب است، هوایش پاکتر است، تمیز است اینجا. و وقتی می بر تفریح که دوستان والا یک غم غلط میشه به اصطلاح ما شما. سلام علیکم برادر، چطور هستید؟ صحتتون خوب است؟ اجازه باشه. چطور هستی رفیق؟ جور هستی؟ صحت خوب است؟ چی هستی؟ چی هستن؟ آینه خسته مانده نباشی؟ خوبی؟ خوبی؟ چند شد؟ خاصه همونجا بان تشکر. ها؟ عکس مامان نمیده. آره استوام نه، نمیال عکس استوام داره. Geçer. یه امروز میرسم اون هم خوب شوندن دمی کم پوز نه؟ البته گو 8-9 سال پیش از این کرمانی هم خوب شوندن، شعر اسپورت بود، ولی موزیک هم پوز. اصلا زندیه نه؟ نازی دلبر شده کم کم کم
بستریش دیگه باسکتبال مینه یه ترکه کشنم دیگه السلام علیکم پاپا چطور هستین؟ ما یه نزدیک خانه رسیدیم سلام تو فهمیده از خانه خوار نشین جور بخسته بسیار در محبت گپ میزنید سلامت باشین از کجا آمدین؟ کمره آنه از افغانستان آمدین چکر آمدین نزدیک شو سلام تو از برادر نه از دور گفتم آمادگی داشته چرا برادر از نور در راه چطور هستین؟ صحتتان خوبه؟ ولات وایسر کجا رفته دین؟ کجا چی آوردین؟ او صبح رفته دی از بلی قبرستان بلی کوتل بالشتی خب ماشاءالله از بلی کوتل تا اش این از اون طرف دور خورده این طرف هم دی اوی ماشاءالله انجیر دره چند ساعت راه گشته این پیاده یاد گردید؟ از 11 بجه مبور شده دیگه تمام میگیری از 11 نال 5 و نیم 6 نه؟ 5:30 6 بجه ماشاءالله ماشاءالله چی آوردین کاکا؟ روزای اتوار کسم ممیه میجا ماشاءالله چکر میزنی انشالله موفق باشین امی صحتمندم نگاه نمی ورزش خبری بله. گیر گونگو مگه گونگو بسیار ایش جرکنه مگه جیرکنه چیزایی که در وطن هم پیدا میشه افغانستان ترکیده تو آره ما در افغانستان غزنی تیر کردیم افغانستان آره دوا ترشی نمی دوا بود که سرکوی الاف مگه خب اینا رو به خاطر دوا بودن از اونا جمع مونه سرکویا سرکوی الاف بله. این اصلی نام ازی باکولا بود که اصلی نامش است سرکوب الاف سرکوب یعنی بالا سرکوبی هر پرهیز رئیس سرکوبی مرض به سرکوب منه سرکوب منه حالی در زبان آذری سرکوی الاف میگه سرکوب این یالا دو دفعه ما یک دفعه دیگه یک پشتی دیگه او پیشنهاد ور بردم بله یه گویی چیه ما گفتم یک چیز است چای سوز اینا مخور مردم خب، برده یعنی امروز تو زن بساده پیش از بله. نامش پرانی یا راجی تو خد از مدرو زنده باد انشالله زنده باد انشالله همیشه سالم صحتمند باشین تو من از صبح که گشتی تالی او ماشاءالله ماشاءالله 8 ساعت ماشاءالله خدا حافظ این آدم ها این اون از اونجا که میتو پیاده آمده این کوهای بلندی که از پشت سر از اونا تیر شده رفته تا اون قسمت رفتن و از امی بلندی از امی کوی خیلی صعب العبور اینا رفتن که اما مطفل و بابه سین کلان تا اونجا نهایت ساعت 6 بجه پس شدن در پایین که بازم 1 ساعت پیاده روی کنه تا خانه برسه آفرین شما دوستای عزیز دیم دیگه نمیتونه یک جای هسته اصلا دیم اونمو اصطلاح انگلیسی دم هسته که بند آو میگه ولی اینجا پاکستانی تلفظ میکنن دیگه دیم میگه یک جای خشک حتی همون دیمشان هم او نداره او خشک هسته چی بده صد کوهش هم رقم خشک و بدون درخت ولی باز هم چون مردم اینجا زیاد جای تفریحی خوبتر ندارن میاینم اینجا کلگیشنم اینجا تفریح میکنن فامیلی دوستان والا این پای هر سنگی که ببینی یک گروه جمع شدن دیگه معمولا ما خب بالا آمدیم معمولا دوستای دیگه زیادتر در مولای دم در اونجا جمع میشنن حتی وقتایی شده که تا ساعتهای 2 بجه شهر میشینن بچه ها بندار میکنن یکان سیگریتی در میتن تا صبح دیگه بندار کده رو بندازن دیگه شما بیننده باشین ما هم که موتورسیکل میگردیم این طرف ره و جاهایی که دیدنی باشه بر شما حتما به تصویر میکشیم دوستای عزیز یعنی می دیم از یه دیمی که میخواسته حتما سالهای سابق زیاد بارندگی چیزا بکنه پر او میشه ولی ظاهرا فعلا اصلا بارش هم قدر نکرده که در این سالا هم قدر بارش نکرده که حداقل میره کم او بده یا داخل از یک کم او جمع شود طوری که میبینی یعنی 2 دانه بند که در پشت سر هم هستن هر دویش خشک و خالی هیچ چیز ندارن به نام دیم معروف کردن و زیادتر این رقم
میان دوستا تفریح، همگی کت فامیل کت اندوالا همه میان تفریح. اون قسمت ها شما دیده میتونین که همش فامیلی آمدن کلگی تفریح میکنن، هر کسی یک گوشه را اختیار کرده. بازی آمنه تو گودی پران بازی میکنن دیگه. دیم نمیسن. تشویق کنی. اوه دفتر موسیقی هم دینو. واو بخوام نمو تشویق